زندگی‌های امروز پر از اضطراب و پریشونی هستش. ذهن درگیر افکار و احساسات مختلفی میشه و هجوم این افکار در ذهن باعث حال بد ما میشن. حال چطور میتونیم به ذهن یاد بدیم که ما رو آرومتر کنه؟ سلام، به کانال سیلوا خوش اومدید. تمرین ها و تکنیک هایی وجود دارن که ذهن رو آموزش میده برای آرومتر شدن. این تمرین ها باعث میشه تا اضطراب و پریشونی رو کمتر کنی توی زندگیت. مدیتیشن انواع مختلفی داره، اما در تمام انواع مدیتیشن هدفمون تمرکز ذهن هستش. این تمرکز میتونه روی تنفس باشه، میتونه روی موسیقی، روی تصویر، تمرکز روی کلمه یا همون مانترا باشه. با انجام مدیتیشن ما عضله‌های مغزمون رو قوی و تقویت میکنیم. مدیتیشن مهارتی هستش که ذهن خودت رو یاد میدی چطور در شرایط مختلف آرامشش رو حفظ کنه. پس ما مدیتیشن میکنیم تا خودمون رو از کالبد فیزیکی خارج کنیم و آرامشی رو تجربه کنیم. افکار درست مثل ابرهایی هستن که در آسمون میبینیم. برای دقایقی فقط به آسمون نگاه کن. گذر ابرها رو نگاه کن. افکار درست مثل این ابرها هستن و ما در مدیتیشن افکارمون رو مثل این ابرها میبینیم. گذرا، فقط نظاره‌گر هستیم. اجازه عبور میدیم. امروز با هم یک مدیتیشن ساده رو تمرین میکنیم. پس آماده میشیم برای این تمرین لذت بخش و بسیار ساده. هدف ما تمرکز روی تنفسمون هست و نظاره‌گر بر افکار گذرا. در مکانی خلوت بنشینید. ابتدا با چشمان باز به تمام محیط اطرافت با دقت نگاه کن. چند دم و بازدم عمیق بکش. دم از بینی و بازدم از دهان. حالا ازت میخوام که به آرومی چشمات رو ببندی. با دم و بازدم های عمیق تمام بدنت رو شل و رها کن. به صداهای اطرافت گوش کن. به دم و بازدم های عادی خودت توجه کن. آیا تنفس تو کوتاه و منقطع هست و یا عمیق؟ دم، بازدم. تمام توجهت رو به دم و بازدم خودت بیار. به هوای خنکی که وارد بدنت میشه و
گرمایی که از بینی خودت به پشت لب‌هات احساس می‌کنی موقع بازدم. بدون اینکه مضطرب بشی به افکارت فقط نظاره‌گر باش و اجازه عبور بده. حالا با هم نفس‌ها رو میشمریم به این صورت که به هر دم و بازدم یک عدد میدیم. از عدد 10 شروع میکنیم تا به عدد 1 برسیم. این کار باعث میشه تمرکزمون روی اعداد باشه و به افکار توجهی نکنیم. هر جایی که عدد رو فراموش کردید بدون هیچ استرس و نگرانی برگردید به عقب و دوباره از عدد 10 بشمارید. هر زمانی که آماده بیرون اومدن از مدیتیشن بودی به آرومی انگشتان دست ها و پاهاتو تکون بده. چشمات رو باز کن و به احساسی که الان داری توجه کن. این تکنیک بسیار ساده کلیدی هست برای باز شدن درهای آرامش برای تو. نور، عشق و آرامش در تک تک ثانیه های زندگیتون جاری.